میدانی روغن موتور بعد از اینکه داخل موتور ریخته میشود به کجا میرود؟ ابتدا روغن از طریق درپوش مخصوص افزودن روغن که روی پوشش سوپاپ‌ها قرار دارد وارد موتور میشود. سپس روغن از کانال‌های بازگشت پایین میرود و در نهایت در محفظه پایینی موتور جمع میشود. وقتی موتور روشن میشود، چرخدنده میلنگ پمپ روغن را به حرکت در میآورد. پمپ روغن را مکیده و آن را در دو مسیر هدایت می‌کند. یکی به سمت صافی روغن و دیگری به سمت سوپاپ تنظیم فشار. اگر فشار خروجی پمپ از حدود 6 کیلوگرم بر سانتی متر مربع بیشتر شود، پیستون سوپاپ فشار باز می شود و بخشی از روغن را به ورودی پمپ باز می گرداند تا فشار روغن ثابت بماند. اگر صافی روغن مسدود شود، یک سوپاپ ایمنی خودکار باز می شود تا روغن همچنان در سیستم در گردش بماند. در ادامه روغن وارد مجاری اصلی موتور می شود و بین یاتاقان‌ها و میلنگ یک لایه محافظ روان کننده تشکیل می دهد تا استکاک فلزها با هم کاهش یابد. روغن اضافی نیز روی دیواره سیلندرها پاشیده می شود و هنگامی که پیستون پایین می آید، رینگ روغن مقدار اضافی روغن را از روی دیواره‌ها پاک می کند.